дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. احتمال کاهش یافتن فائز قرضها بانک‌های تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه بستند. ستارов درباره دانشجویان در تاجیکستان بند مانده و دعوت از شهروندان. تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی، تعیین امامزاده و قربانزاده به جای همدیگر. پول را دزدید و خانه را آتش زد. بازداشت خواننده صنف دهم در استرافشان. بدخشان اولین شده نقشه دعوت به ارتش را در یک روز اجرا کرد. شرح این و دیگر خبرها با شما هستم. میونسات مویوا سلام. در شهر دوشنبه بین امانت بانک تاجیکستان و بانک ملی فعالیت اقتصاد خارجی ازبکستان اوید به شرط‌های عمومی گذراندن عملیات بانکنوتی سازشنامه امضا گردید که هدفش برآمدن عملیات بانکنوتی میان بانک‌ها میباشد. سند مذکور را رئیس بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان سراج‌الدین اکرامی و رئیس بانک ملی فعالیت اقتصاد خارجی ازبکستان علیشر میرسواتوف امضا کردند. خبر می‌دهد امید خوار. همزمان در جریان واخری سراج‌الدین اکرامی و علیشر میرسواتوف مسائل مربوط به تحکیم همکاری بین بانکی دو دولتی دوست از جمله افزایش دادن گردش سودای بین دو دولت توسط زیاد نمودن حجم قرضدهی به صاحبکارانی که با واردات مال و محصولات مورد نیاز مردم مشغولند و مسائل مربوط به کاهش احتمالی فایز قرضهای بین بانکی را مطرح نمودند. آمده است در خبرنامه. بازگشت شهروندان تاجیکستان به روسیه که هنگام پاندمی کرونا ویروس رفتند مشکل باقی میماند، گفت امامالدین ستارов سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری در فدراسیون روسیه. دیپلمات دعوت کرد که برای شهروندان تاجیکستان که نیاز فوری ندارند روسیه را ترک نکنند. در این باره ما تابستان وقتی همه فکر میکردند که میروند و تیز برمیگردند صحبت کردیم. اساسا ما پیشگویی کردیم که وضع اپیدمیولوژی به همه شهروندان امکان نمیدهد که برگردند. ما اینچنین دانشجویانی که تازه به تعطیل برآمده و رفته بودند دعوت کردیم، گرچنده آنها میتوانستند در اینجا منتظر شوند، گفت ستارov در مصاحبه با سپوتنیک تاجیکستان. سفیر قید کرد که عین زمان مقامات روسیه و تاجیکستان درباره برگرداندن دانشجویانی که از فدراسیون روسیه به جمهوری رفتند گفتگو دارند. دقت مخصوص به دانشجویان کورس یکم داده می شود. یادرس می شویم که با سبب پاندمی زیاد از 100,000 دانشجویان خارجی نمی توانند به فدراسیون روسیه آیند. با فرمان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان قربانزاده سهراب امیرعلی سردار بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت تعیین گردید. подполковник سهراب قربانزاده تا حال سردار بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه بود، خبر دادند منابع سپوتنیک تاجیکستان. قربانزاده در مقام سردار بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت پالکونیک یوسف امامزاده را عوض کرد. در نوبت خود پالکونیک یوسف امامزاده از مقام سردار بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت برکنار شده. به جای او قربانزاده به وظیفه سردار بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه تعیین شده است. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت به سپوتنیک تاجیکستان گفت ساکن 16 ساله شهر استرافشان خواننده صنف دهم که حالا تنها از او DB نام برده می شود سال 10 سپتامبر ساعت 7:30 به منزل صاحبکار مرد 38 ساله ساکن این شهر واقع در کوچه حکیموه داخل شده $4400 آمریکایی را تصرف نمود. با اظهار منبع نابالغ برای رویپوش کردن از جنایت صادر کرده‌اش خانه صاحبکار را آتش زد. در اساس مراجعتنامه صاحبکار کارمندان میلیسیا خواننده صنف دهی یکی از مکاتب استرافشان را بازداشت نمودند که در صادر نمودن جنایت مذکور متهم دانسته می شود. گفته می شود نوروز 16 ساله بجز از دزدی مبلغ از حساب آتش زدن منزل استقامتی به صاحبخانه باز 30,000 سومانی ضرر رسانیده است. حالا از روی این حادثه با ماده 244 یعنی دزدی و 255 یعنی قصداً نیست و نابود کردن مال و اموال کودکس جنایتی پرونده آغاز کرده شده نابالغ به حبس گرفته شده است. ولایت مختار کوهستانی بدخشان از نخستین مناطق کشور است که اول شده نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی ولایت نقشه سفر برنموده جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در روز یکم 103% اجرا نمود. شنوندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تنصیحاتی و خانوادگی را خواهانیم. خیر. در موج برنامه اطلاعاتی خبر